تمام. حالا میگم مافیایی که میگی توی پرسپولیس ربطی به اون هوادار متمول و اینا داره؟ ببین 99% 100%. امیدم قضیهش همونه. ببین من چیزی که هست که ببین اولش که بس اون هوادار رو آوردی. ببین هوادار به هر حال من بهش میگم یه عاشق مریضه. میتونم بهش بگم عاشق مریض بذارم روش. حالا میخواد دستش به من برسه. یه عاشق کاملا مریضه، کسی که میاد این اتفاقات براش میفته، کسی که میاد اینقدر بدون هیچ مدرکی، بدون هیچی که مثلا آقای میثاقی ببخشید یه چیزی از شما بگیره، یه کمکی بکنه، این کارا رو انجام میده و یه جوری به نظر من نفوذ کرده توی باشگاه که به نظر من یعنی قشنگ حاضرن که یه بازیکنی مثل علی بیرانوند یا هر کسی دیگه مثل امید عالیشاه حاضرن مثل شربت بذارنش کنار به خاطر اینکه اون آقای باید باشه، چون حالا قرار چه کارایی انجام بده. با خود من تماس گرفت، من خودم همیشه باش شوخی میکردم چون منو هیچ وقت پرسپولیسی نمیدونست. شوخی میکردم، میگفت علی بیرانوند استقلالیه. کاملا میگفت استقلالیه. میگفت استقلالیه ولی همین اتفاقا باعث شد که من تو این چند سالی بود که جلوشو گرفتم نذاشتم خبرهای تیم به گوشش برسه، یعنی جی پی اسشو قطع کرده بودم. الان راحت. الان پرسپولیس کجاست؟ الان شرایط پرسپولیس کجاست؟ چون بیرانوند نمیگم تو چارچوبشون نبود، نه، بیرانوندی رفت که تمام جی پی اس و حرفا دیگه آزاد شد، دیگه راحت میرفتن بیرون همه حرفا و شما نگاه کنید دیگه کسی که ازش خوشش بیاد حمایت میکرد، کسی که بعدش میومد میداد بیرون. که شما خودتون هم یه مدت با هم خوب بودید، که تو خوب بودی، امید خوب بود، با همین دوستان. ببین تا موقعی که من باور کن فکر کنم به خاطر همین حرفایی که دارم بگم، من میگم به خود من زنگ زد همین شخص، بهش گفتم من، چون برای چیزی که همه میدونید دیگه یه کمکی میکنه دیگه، به قول معروف مثلا یارو میگه آقا میگه سقفش اینقدر، یه کمکی بیرون میکنه به بازیکن‌ها. تمام تیم‌ها همچین آدمایی دارن به خاطر اینکه به قول سقف رو دور بزنن، به خاطر اینکه اون اتفاقی بیفته انجام میشه. ولی در کل به من مستقیم زنگ زد، گفتم من میخوام این کار رو انجام بدم و گفت اگه این کار رو انجام بدی من بهت ایدی میدم. یعنی برو. تمام.